روزی جهانی فوتبال تشکیل کرده می شود که این واقعا هم از اون گواهی میدهد که حالا در جمهوری تاجیکستان هم این فوتبال خیلی و خیلی زیاد هم هست. صبح امروز در همین میدان فستیوال کلون فستیوال فوتبال شد بنابر سبب نامساعدی بود هوا. حالا در این میدان ما مخلصان کمتر را میبینیم و فکر میکنم از این بازی حالا را انتظار هستیم تماشاگران عزیز. و در این لحظه بازی را فوتبالبازان ناصر باباجانов و رقم 29 عزیزبек حیاتов و ببینید چگونه وضعیتی خفناک عزیزبek حیاتов محمدجان رحیمов و در مقابل او فردوس عبدالسلیمов. خب بیاید بار دیگر میبینیم رحیمов توپ را گذراند از فوتبالبازی دسته خوجند و این حالا باعث خب کارت سرخ حالا با دفاعگری دسته خوجند نشان داده می شود در اولی رقابت. نازیم باباجانов پرتاب خیلی هم بلند و ضربه خوبی دیمیتری پاولیش و ادامه حمله دسته خوجند، اما اینجا خطا پرتاب خرایف و اینجا جانب دروازه بود. دستان که مورد بحث و مناظره قرار خواهند داد. ادامه حمله دسته روشن، حالا فرصت بسیار خوب برای بازیگران مهمان و مرکزی ورزش ارتش است. ادامه حمله دسته خوجند، فرصت برای بازیگران خوجند. محمدجان رحیمov امکانیت ضربه‌زنی برای محمدجان رحیمov و امکانیت برای دسته روشن و ببینید که چگونه محمدجان رحیمov پرتاب دیگر برای او و داور اشاره میکرد که باید از جای برخیزند و بازی را ادامه دهند. گل و سوپر گل روشن. بیننده عزیز ببینید که چگونه در گفت سریان که دیروز یک گل بسیار هم زیبا در بازی از خط وحش بیکار شد، هرچند اونجا بود تماشا کردن این نوارهای تکراری دیدیم که خب اینجا اشاره میشود که گل حساب کرده شده است. ادامه حمله دسته روشن، ضربه بختیار ظریفov. خب بیاد متوجه میشیم به ضربه کنجی فیروز خرایف، پرتاب بسیار خوب، ضربه و چگونه سیوی عالی بود. یوگنی گریتسنکو را باید احسن آفرین گویند فوتبالبازان روشن. حالا توپ را از اوت با بازی می‌دارد. امکانیت بسیار خوب برای دسته خوجند، فرصت بود، ضربه نیست و حالا سرزایندینوف با یاردمچی خود گوش میاندازد. خب به توجه میکنیم برخورد ارتیوم سردیوک و داور نشان داده می شود. این لحظه و داور نشان داده می شود و بسیار با حالتی بحثناک و پورا این لحظه دیده برآمده می شود. پنالتی با دروازه دسته روشن تعیین کرده می شود. ضربه توشپولوتوف لیگانر ازبکستانی دسته خوجند در نزد توپ، ضربه او را میبینیم و گل. حساب 1-1. دقیقه 99 بازی است بیننده عزیز. انگاری دسته روشن اینجا شوپناک هستند، زیرا این دقیقه 103 بازی جریان دارد. تماشاگران عزیز، ساموئل اوفوری و وقت به انجام میرسد. با همین دسته ها امتیاز را بین خود تقسیم میکنند. روشن بازی غلبه کرده ایستاده را حالا مساوی می نماید و 2 امتیاز از دست میدهد. هرچند و همینطور بازی مرکزی دور با اشتراک خوجند و روشن با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. گزارش مستقیما از ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند به انجام